وایسا. اگه زبون چسبیده به سقف دهنت آزادش کن، فکت آزاد کن، شوناتو تا جایی که میتونی بیار بالا، حالا برش کن، سرتو بیار اینور، حالا اینور، حالا جلو، حالا عقب. یه نفس عمیق بکش با بینیت، بازدم با دهانت، دستتو بذار رو قلبت، صداشو بشنو، احساسش کن، بیا تو بدنت. به این کار میگن گراوندینگ. 3 نعمتی که میدونی خیلی مهمه و اگه نباشه خیلی بد میشه رو تو دلت بشمار و بگو مرسی، بگو سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشی. بوس به کلتون.